وقتی که ما به تاجیکستان آمدم در اینجا شروع کردم با آموزش خیاطی که در اینجا خوب سعی من زندگی را یاد گرفتم. قبل از او کسی که همراه ما کار میکنن یعنی شریک کاری ما در افغانستان 10 سال سابقه کاری داشتن که در افغانستان کار میکردن که در اینجا بعد از اینکه ما کار خیاطی و دوزندگی را یاد گرفتم آهسته شروع کردم مثلا به کار کردن و اول ما خیلی وسایل ساده و عادی داشتیم تا اینکه بعد از اون ما با این پروژه اس رفتیم اشتراک کردیم درسایشان را تمام کردیم و بعد از اون ما پلان کاری سپردیم که طرحی که داشتیم با هم با استاد طرح ریزی کردیم و پلان‌های ما را در اونجا گفتیم که بعد از اون بر ما وسایل دادن و ما تونستیم اینجا رو بکشاییم و شاگرد بگیریم و بیشتر کسا رو تدریس کنیم. الحمدلله شکر از خودم امروز عالم کار میکنم اینجا دیگه هم قدر میشه خرج و مصرف و خراجات دکان میکنیم و خانه هم قدر که پیدا میکنیم امروز خرج خوراک میکنیم.